رژیم صهیونیستی بدانه که تعرض به جمهوری اسلامی ایران هزینه برای او ایجاد میکنه، هزینه سنگین برای او به وجود میاره و ایجاد میکنه و به حمدالله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردند، تربیت کردند، پشتیبانی کردند و دست اونها رو برای انجام یک چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند. تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیز. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. خدا رو سپاس میگذاریم که به نیروهای مسلح ما